داستان ما و عربستان به زمانی برمیگردد که نام بیابانهای رملی حاشیه خلیج فارس حجاز بود، اما دولت عربستانی در کار نبود. 3000 سال پیش امپراتوری زرتشتی ایران با امپراتوری مسیحی روم هم مرز شد. عربستان سرزمین خشک و بی‌محصولی بود که ارزش تصرف نداشت، اما به عنوان یک نقطه مرزی محل جدال مناسبی برای ایران و روم بود. همین مسئله سبب شد تا نقاط مهم شبه جزیره عربستان که شامل مهمترین قبایل عرب می باشد تا زمان بعثت پیامبر اکرم از جنگ‌های میان ایران و روم در امان بماند. پس از مرگ خسرو پرویز که همزمان شده بود با قدرت گرفتن مسلمانان در منطقه حجاز، حکومت ایران رو به زوال رفت و در نهایت در سال 13 هجری قمری و در نبرد نهایی به نام قادسیه، مسلمانان ایران را به قلمرو خلافت اسلامی ضمیمه کنند. با تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت عربی پس از به قدرت رسیدن معاویه و با از بین رفتن ارزش‌های اسلامی و معنوی که میراث پیامبر بود، نگاه اعراب به فتوحات تغییر یافت و از ایرانیان به عنوان عجم و موالی عرب نام برده شد. بالا گرفتن دامنه این رفتارها سبب شد گروهی از ایرانیان ابتدا با مختار ثقفی و سپس با ابو مسلم خراسانی در نبرد با خلافت بنی امیه بیعت کردند. با برافتادن خلافت عباسی در 656 هجری، قلمرو اعراب تجزیه شد و عثمانیان ادعای خلافت جهان اسلام را کردند. ادعایی که رقیب قدرتمندی به اسم صفویه در ایران با تأسیس یک حکومت شیعی و مقتدر آن را به چالش می‌کشید. پس از چند سده دولت عثمانی با ورود به جنگ جهانی اول تجزیه امپراتوریش را با دستان خود رقم زد و پس از قرارداد سایکس پیکو به چندین کشور مستقل تقسیم شد. از سوی حکومت آل سعود که از سال 1750 میلادی به وسیله محمد ابن سعود پایه‌ریزی شده بود توانست با موافقت انگلیسی ها که در تقسیمات منطقه‌ای پس از جنگ جهانی سرزمین حجاز قلمرو آنان به حساب می آمد، حکومت پادشاهی بر حجاز را با نام عربستان سعودی تأسیس نماید. دودمان آل سعود که نام خاندان خود را بر کشور نیز نهادند، از سال 1932 میلادی قدرت را در دست گرفتند و ملک عبدالعزیز اولین پادشاه عربستان که حکومتش با کشف و بهره برداری از منابع نفتی همراه بود، پادشاهی مطلقه سعودی ها را بنا گذاشت. سعودی ها در اولین اقدام خود پس از قدرت گرفتن با فتوای علمای وهابی که حامی دینی خاندان سعودی به شمار می روند، دست به تخریب قبور متبرکه بقیع زدند. بلافاصله پس از این اتفاق آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی تلگرافی را با چند واسطه برای مرحوم مدرس ارسال می کند. آیت الله مدرس در پاسخ می نویسد: اگر لازم باشد اطلاع دهید، من با گروهی از مردم ایران حرکت خواهیم کرد. طی تلگرافی در 15 شهریور ماه تمام ادارجات تعطیل اعلام شده و هیئتی با ریاست جلال السلطنه وزیر مختار ایران در مصر و حبیب الله خان هویدا به حجاز اعزام می شود. دولت عربستان ضمن ابراز تمایل به ارتباط با ایران، مسئله بقیع را منتسب به علمای وهابی خود می داند و با شانه خالی کردن از این اقدام تلاش می کند این تندروی را بر گردن وهابی ها بیندازد. این اتفاق اولین چالش های جدی میان ایران و دولت تازه تأسیس عربستان را تشکیل داد. 18 سال بعد و در ایام حج واجب سال 1322 شمسی، فریاد بشارت کشته شدن یک عجم در مسجد الحرام بلند می شود. ماجرا از این قرار بود که شخصی ملقب به ابوطالب یزدی در اثر گرمای هوا و فشار جمعیت حالت تهوع پیدا می کند و مسجد الحرام را کثیف می کند. شرطه های عربستانی بلافاصله با شهادت دروغ چند نفر از قصد ایرانی را برای نجس کردن خانه خدا دستگیر می کنند و در نزدیکی مسجد الحرام گردن می زنند. این اتفاق به شدت مردم ایران را منقلب کرده و گردن زدن مرد بیگناه توسط عده‌ای با قتل نفس زکیه در مسجد الحرام که در احادیث پیش از ظهور منجی آمده قیاس می شود. حس دوگانه‌ای از انتقام و خشم ایران را فرا می‌گیرد. فشار بی‌امان مراجع تقلید از جمله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی سبب تعطیلی حج و قطع روابط 5 ساله ایران و عربستان می‌گردد. اتفاقی که تاریخ نویسان آن را جنگ سرد میان ایران و عربستان نامگذاری کردند.
دشمنی عربستان سعودی با ایران انقلابی از طریق حمایت تمام عیار مالی و نظامی از صدام در طول جنگ تحمیلی ادامه یافت و در مرداد 1366 آشکارتر شد. در حج آن سال که به حج خونین معروف گشت، نیروهای امنیتی سعودی راهپیمایی براءت از مشرکین حجاج ایرانی را به خاک و خون کشیدند و 275 زائر ایرانی به شهادت رسیدند. اگرچه چند سال بعد از این ماجرا روابط دیپلماتیک دو کشور آغاز شد، اما آتش جدال شرق و غرب تمدن اسلامی زیر خاکستر همچنان باقی ماند و پس از 3 واقعه تعرض به نوجوانان ایرانی، حادثه منا و اعدام شیخ نمر و حوادث پس از آن، مجدداً روابط دیپلماتیک دو کشور قطع گردید.